ببین واسه همه شمایی که توی ایرانین و یا هر کشور دیگه‌ای که به خاطر تحریما اتسی به شما اجازه نمیده که اونجا شاپ باز کنین، اگر که میخواین این کارو بکنین، اولا مطمئن بشین که قبلا یه نفر این کارو انجام داده و نتیجه گرفته. دو اینکه بدونین که اتسی هیچ وقت نمیذاره که شما یک شاپو بخرین یا بفروشین. یعنی شما اگه یه صفحه تو اتسی داشته باشین، نمیتونین به یه نفر دیگه اون صفحه رو انتقال بدین، در صورتی که شما این کارو توی آمازون میتونین بکنین. ولی تو اتسی نمیشه یه نفر مثلا بره برای شما یه اکانت باز کنه، برای این اکانت رو به شما بفروشه، چون شما حساب بانکی رو میتونین عوض کنین ولی اسم اون آدم رو نمیتونین عوض کنین. یعنی اینو همیشه در نظر داشته باشین. پس از یه راه مطمئن این کارو بکنین و حتما به اسم خودتون باشه اگر میخواین حتما توی اتسی بفروشین. نکته خیلی مهم هست، ببین خیلی از چیزایی که من اینجا میگم در کل مارکتینگه. اصلا یعنی اینکه چه جوری ما مشتریمون رو پیدا کنیم، به کیا جنس بفروشیم، چطوری بفروشیم، اینا یه اصول ثابتیه که تو همه دنیا یکیه، به خاطر اینکه همه ما آدمیم. این که مثلا ممکنه من به عنوان یک ایرانی برم یه جنسی رو بخرم که روش با خط نستعلیق نوشته، کسی که هندیه یا چینیه ممکنه که یه جنسی رو بخره که رپرزنت کنه یا نماد فرهنگ خودش باشه. ولی دلیل این که من میرم اون جنس رو میخرم که نماد فرهنگ خودم باشه، دلیلی که اون آدمای دیگه هم از فرهنگای دیگه اون جنس رو میخرن یکیه. پس بازار و مارکتینگ یک اصولی داره که همه جای دنیا یکیه. پس نگران نباشین اگر که مثلا اتسی به شما اجازه نمیده که شاپ باز کنین. وقتی که داشتم تحقیق میکردم که یه سری منابع فارسی پیدا کنم، دیدم که خیلی آدما راجع به دیجیکالا حرف میزنن. خب من چند سال ایران نبودم، نمیدونم چجوری کار میکنه، ولی میدونم که یه پلتفرمی که خیلی راحت شما میتونید محصولاتتون توش بذارین. هر چیزی که میتونین راجع به اینکه چجوری محصولاتتون رو ارائه بدین یا مشتریاتون کیا هستن یاد بگیرین. بعد این اصول رو توی هر پلتفرمی اجرا کنین، کارتون میگیره. که یه لول بالاتر از اینه که اگر که شما وبسایت نویسی بلدین، کد نویسی بلدین، اگر کسی هستین که یه کوچولو از مارکتینگ یه چیزی میدونین، چرا خودتون یه همچین وبسایتی درست نمیکنین؟ من خودم حاضرم باهاتون همکاری کنم، یه وبسایت درست کنین. میدونین چقدر آدم تو ایران هستن که محصولات دستساز دارن، هنرمندن و میخوان یه جایی باشه که به صورت آنلاین بتونن محصولاتشون رو بفروشن، غیر از اینستاگرام و فیسبوک. به خاطر اینکه اینستاگرام و فیسبوک واقعا محلی برای فروش اجناس نیست، اونجا سوشال مدیاه. شما اگه بتونین یه همچین پلتفرمی مثل اتسی درست کنین، کلی آدم میتونن از این استفاده کنن. پس ببینید هیچ لیمیتی وجود نداره. هر سوالی داشتین بیاین برام بنویسین، من تا جایی که بلد باشم بهتون میگم. موفق باشین.